سفری خود را جهت شناسایی بیشتر با یادگاری‌های تاریخی، موضع‌های سیاحی کشورمان ادامه می‌دهیم. موضع نوبتی که با اون سفر خواهیم کرد از پایتخت کشور همگی 45 کیلومتر دور است. دره رامید. این دره زیبا منظر دقت سیاحان را پیوسته به خود جلب کرده است و میکند. در دامنه قطارگوهای حصار دره رامید با خصوصیت‌های خاصی موضع جایگیرشویش فرق میکند. در این موضع ممنوعگاه رامید عمل میکند که در آن نمودهای نادری عالم نباتات و حیوانات حفظ کرده میشوند. دریای رامید از میان دره گذشته آن را گویا به دو قسم جدا میکند و به دریای کوفر نهان رفته میریزد. انبوه جنگلزار خاصی این منطقه است. از درختان اینچنین ارچه، سفیدار، جگده، چهارمغز، سیب، پیسته، بادام، توت اینجا خوب نشونما میکنند. همزمان بوته و گیاهای شفابخش نیز در این مکان خیلی زیادند. در دریای رامید نوعی ماهی گل ماهی به چشم میرسد که از جمله نادرترین این نوعی نماینده عالم حیوانات است. در این مکان خرس بور یا خرس ناخن سفید زندگی میکند. همچنین جانوران دیگر از قبیل ببری برفی، آهو، خرگوش، گوزی کوهی، نمودهای گوناگون پرندگان که همه به کتاب سرخ داخلند اینجا پرورش و حفظ کرده میشوند. خلاصه دره رامید در ردیف دیگر موضع‌های سیاحی کشورمان جهت جلب بیشتر سیاحان مساعدت میکند.